هموطنان عزیز، در آستانه 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که مقدسترین و بزرگترین جشن مردم تمدنساز تاجیک می باشد، کلی ساکنان سربلند تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک میگویم. محض استقلالیت امکانیت فراهم آورد که مردم تاجیکستان تقدیر خود را به دست گرفته راه پیشرفتی می‌بایده و سرنوشت آینده سرزمین اجدادی خویش را مستقلانه انتخاب نماید. به این معنی استقلالیت نعمت بی‌بها، مایه افتخار، منبع خودشناسی، سرچشمه نیروبخش و عامل بنیادی تحکیم و تقویت پایه‌های دولتداری ملی ما میباشد. ما افتخار داریم که در 27 سال استقلالیت پایدیوار دولتداری ملی امان را گذاشته برای تحکیم آن با زحمت مردم سربلند کشورمان کارهای بزرگ را به انجام رسانیدیم و امروز به سوی فردای آسوده و آباد استوارانه قدم میگذاریم. مردم تاجیکستان خوب در یاد دارند که سالهای اول استقلالیت کشور عزیز ما بر اثر فتنه و دسیسه دشمنان ملت و خواجگان خارجی آنها به ضربه دهشتناک و هلاکتبار گرفتار شد. در آن ایام فاجعه بار از خریطه سیاسی جهان نیست شدن دولت جوان تاجیکان و پراکنده گردیدن ملت تاجیک به یک واقعیت تلخی روز تبدیل یافته بود. ولی خوشبختانه مردم کشور در اطراف حکومت قانونی و فرزندان با ننگ و ناموس خود متحد شده یگانه راه درستی تاریخی یعنی اعمار دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی را پیش گرفتند. هرچند که بسیار مشکل و طولانی بود ولی با دستگیری و پشتیبانی صمیمانه ساکنان در مملکت آتش جنگ تحمیلی برادرکش خاموش کرده شد. صلح و ثبات و همدیگر فهمی و وحدت ملی برقرار رمزهای دولت صاحب استقلال قبول گردیدند و برای رشد آینده دولت تشکل حس ملی و خودشناسی و خودآگاهی مردم زمینه‌های مساعد مهیا کرده شدند. ما امروز با قناعتمندی اظهار می‌داریم که در آن ایام سنگین و حساس راه انتخاب کرده خلق تاجیکستان از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت. زیرا آن راه به سوی پیشرفت و بنیاد جامعه متمدن بود. در سالهای بعدی تاجیکستان صاحب استقلال با قبول یک قطار برنامه‌های دولتی و کنسپسیه و استراتژی‌های ملی به شاهراه رشد استوار وارد گردید. همزمان با این تطبیق اصلاحات فراگیر در ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و دولت، کارهای بنیادکاری و سازندگی یعنی ساختمان و تجدید انفراستراکچور استحصالی و اجتماعی، انشاءات انرژتیکی، راه و نقلیات و دیگر اقدامات سازنده وسعت پیدا کردند. در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت طی 27 سال صاحب استقلالی سطح کم بی‌ضاعتی از 81% تا 28% کاهش یافت و ما تصمیم گرفته ایم که تا سال 2030 سطح کم بی‌ضاعتی اهالی کشور را
به 15% رسانیم. امروز ما در دایره برنامه میان مهلت رشد اقتصادی و اجتماعی برای سالهای 2016-2020 جهتی از مملکت اگراری و صنعتی به کشور صنعتی و اگراری تبدیل دادن تاجیکستان، یعنی بلند برداشتن نقش صنعت در تأمین ترقیات مملکت زمینه‌های ضروری را فراهم آورده ایستاده‌ایم. در این روند جهت به کار انداختن اقتدارهای نو، برآمدن استحصال نمودهای نوی محصولات رقابت پذیر و عوض کننده واردات، استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، تقویت اقتدار صادراتی کشور و تشکیل جایهای کاری پرمحصول برای هموطنانمان همه تدبیرهای ضروری عملی شده ایستادند. حالا به شرافت خدمت اهلانه خلق عزیزمان و زحمت و تلاش‌های ملت شرفمندمان 3 هدف استراتژی ملی ما تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و حفظ امنیت آذوقه‌واری به مرحله نهایی خود نزدیک رسیده است. برای کشور صاحب استقلال ما سال 2018 در سمت سیاست خارجی سال تاریخی می باشد. ماه مارس سال جاری تطبیق تشبث 4 تاجیکستان دایر به حل یکی از مشکلات جدیدترین بشریت یعنی آب تحت عنوان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از طرف سازمان ملل متحد رسما آغاز گردید. یعنی ابتکار کشور ما در دوام 10 سال می بعد در مقیاس سیاره عملی می شود. همچنین ماه مارس سال روان سفر دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم میرزیایف شوکت میرامانویچ به کشور ما و ماه اوگوست سال جاری سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جمهوری ازبکستان برگزار گردیده. در نتیجه مذاکرات سطح عالی تمام مشکلات و مسائل در دوام بیش از 2 ساله میان 2 کشور همسایه با وجود آمده حل و فصل و برطرف گردیدند. امروز تاجیکستان و ازبکستان نه تنها همچون همسایه های نزدیکترین با هم یار و برادر بلکه شریکان استراتژی می باشند که این البته مایه افتخار است. همدیاران ارجمند، تاریخ بشر ثابت نموده است که حفظ استقلالیت و آزادی کار بسیار سنگین و دشوار می باشد. از این لحاظ هر فرد با ننگ ناموس کشور باید به قدر این نعمت بی‌بها رسد و برای حمایت این دستاورد بزرگ تاریخی همیشه آماده باشد. مهمترین وظیفه شهروندی و قرض فرزندی هر یک ساکن مملکت بخصوص نورسان و جوانان از آن عبارت است که تاجیکستان عزیزمان را صدقاً دوست دارند و آن را چون گوهرک چشم حفظ نمایند. روند بسیار مرکب و پرپیچ و تاب جهانی شوی و تهدید و خطرهای طرف از آینده زمان معاصر ما را هشدار می‌دهند که نسبت به هر وقت دیگر هوشیار باشیم، زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و دولت صاحب استقلال خود را از تأثیر تضادهای جهانی امروزه ایمن نگاه داشته به خاطر فردای آباد و آسوده سعی و تلاش بیشتر کنیم. امروز حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی، تحکیم وحدت ملی و زحمت صادقانه و صافدلانه برای رشد دولت صاحب استقلال تاجیکان
و بالاروی نفوذ و آبروی آن در عرصه بین المللی وظیفه هر یک شهروندی وطن دوست و باننگ ناموس کشور می باشد، چون که آینده آبادی سرزمین اجدادی امان از این عامل ها وابستگی مستقیم دارد. ما خرد و بزرگ کشور باید با خاطر استقبال ارزنده جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان محبوبمان باز هم بیشتر زحمت کشیم، کارخانه‌های نوی استحصالی بنیاد کنیم، اقتدار اقتصادی و امکانیت‌های صادراتی مملکت را تقویت بخشیم، جایهای نوی کار مهیا نماییم، سطح و صفت زندگی خلقمان را منتظم بلند برداریم، وطن عزیزمان را تا دوردستترین گوشه‌های آن آباد و پیشرفته گردانیم و ثابت سازیم که تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال در جامعه متمدن عصر 21 جایگاه و مقام شایسته خود را دارد. من با عزم و اراده مردم صاحب معرفت و تمدن ساز تاجیک و هر فرد باننگ ناموس ملت اعتماد کامل دارم و خوب می‌دانم که آنها برای تحکیم دستاوردهای استقلالیت، حمایه آزادی، پیشرفت دولت و آبادی وطن محبوبمان تاجیکستان من نیز تمام تلاش و کوشش خود را سفربر می‌سازند. با اظهار این نیت‌های نیک بار دیگر جشن فرخنده 27مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان را به کل مردم شریف کشور و هموطنان برون مرزی صمیمانه تبریک میگویم. به خرد و بزرگ تاجیکستان صاحب استقلال تندرستی و سعادت روزگار و به کشور محبوبمان صلح و ثبات ابدی، وحدت جاودانه ملی و پیشرفت و ترقیات روزافزون آرزو می نمایم. جشن استقلال و آزادی مبارک باشد هموطنان عزیز.